چشمی دارم. صبح از خواب بلند میشم یه چیزی رو میخوام بخونم، یه اعوجاجی توی چشمم هستش، اینم دوبینیه یا نه این در واقع عدم تطابقه؟ خب در واقع همین که شما میگید، شما دارید به اون دسته دوم از انواع دوبینی اشاره میکنید. من اول این فرق این دوتا رو با هم بگم. ببینید، پس ما یه چیزی داشتیم که این چشما نمیتونستن رو هم قرار بگیرن و نوع دوم نوعی بود که به هر حال اون سیستم تطابق یا مشکل داره یا به هر حال یک کدورتی توی این مدیایی هست که در واقع توی این فاصله‌ای هستش که از شبکیه تا بیرون چشم وجود داره و به هر حال این تصاویر رو یه ذره دچار اعوجاج میکنند و یک تصویر واضح به مغز ما نمیرسه. به خاطر همین شما میبینید که مثلا دو تا تصویر هست که یه ذره هی رو هم نمیفته و کنار هم قرار میگیره. یکی از چیزاش همین که حضرت علی فرمودید دکتر، این که شما وقتی که بیدار میشید از صبح، وقتی آدم صبح بیدار میشه خب تطابق خیلی کمتر از بقیه روز هست و میخواید موبایلتون رو ببینید نمیتونید ببینید. حالا یا توی سنای بالاتر که به هر حال آدم نیاز داره به عینک مطالعه نمیزنه نمیتونه ببینه، یا تو سنای بالاتر که آب مروارید ایجاد شده، یک کدورتی توی لنز چشم هست، میگه که مثلا دو تا تصویر روی هم در واقع کنار هم میبینم، مگه من هر نوشته رو که میبینم یه دونه بغلش هست. یا کسی که آستیگمات داره عینک نمیزنه، یا عیب انکساری داره عینک نمیزنه. هر کدورتی در واقع توی این فضایی که از بیرون تصویر میاد تا برسه به شبکیه ما، هر کدورتی تو اینجا باشه اون دوبینی دوم رو میتونه ایجاد کنه. و این وسط خطای دید چیه؟ در واقع خطای دید هم همینه. فرض کنید که مثلا شما یه آستیگماتیسم دارید که اصلاح نشده، در واقع عیب انکساری دارید که عینکشو نزدید. خب تو اون هم شما میتونید تصاویر رو ناواضح ببینید و تو بعضی از انواعش در واقع دو تا تصویر رو کنار هم ببینید که حالا این دوبینی میتونه به عنوان دوبینی تعبیر بشه. فقط من اون نکته‌ای رو که گفتم برای مقایسه‌ای که ما بفهمیم که کدوم از این دوبینی ها هست، در واقع اون تست ساده‌شو بگم. شما اگر یک دوبینی داشته باشید که به خاطر این باشه که دو تا چشم سر جاش نیست، خب یه چیزای خیلی مهم، علل مهمی داشته باشه. خدای نکنه میتونه توموری توی مغز باشه، در واقع یک آنوریسم توی مغز باشه، به یه عصبی داره فشار میاره که داره پاره میشه. این علل خیلی مهمی میتونه داشته باشه. شما میتونید مخصوصا اگر یک دوبینی جدیدی داشته باشید که مثلا از امروز صبح دوبینی شروع شده، شما اگر با یک دستتون رو بذارید روی چشتون دوبینی بره، بعد رو اون چشتون هم بذارید بره، خب یعنی به هر حال این مربوط به خود چشم نیست، یعنی مربوط به یه جایی بالاتره که این اهمیت اون دوبینیه رو بیشتر میکنه که نیازمند بررسی بیشتری است. دوبینی دوم رو که میخواید بعد خدمتتون بگم. نه بفرمایید. قبل اینکه بریم یه ذره پیچیده‌اش بکنیم، این مگس پران هم شامل همین قضیه میشه؟ ببینید به هر حال اگر شما در نظر بگیرید که یک کدورتی توی این در واقع مدیا یا اون فضایی هستش که از بیرون چشم تا داخل چشم هست که می‌خوایم ببینیم تا از چشم، ما در واقع ما اون دسته اول دوبینی‌ها رو که گفتیم، خب اونا رو می‌ذاریم کنار. دسته دوم دوبینی‌ها دوبینی هست شما یه چشم می‌بندید بازم دوبینی دارید. خب اون موقع در واقع این فضای جلوی چشمتون که شامل اون مایع زجاجیه میشه که توش ممکن مگس پران به وجود بیاد، اون به هر حال توی شبکیه‌تون ممکنه مشکلاتی باشه، لنز چشمتون که ممکن آب مروارید توش به وجود بیاد، این باعث ایجاد دوبینی بشه. یا قرنیه‌ای که نامنظم، مثلا قرنیه‌ای که ببخشید قوز قرنیه داره، قرنیه‌ای که روش یک کدورتی افتاده، مثلا یه پلیسر خورده به چشم این نفر، یه لکی افتاده رو قرنیه‌اش، این میتونه باعث بشه که دوبینی، این دوبینی‌های تک چشمیه. دوبینی تک چشمی یعنی خود چشم رو بیا بررسی کن. و یک دوبینی دو چشمی یعنی که برو بالاتر، یعنی مغز رو بررسی کن، عصب و عضله و اینا رو بررسی کن، مسیر رو بررسی کن دیگه. اون نیازمند مثلا نور ایمیجینگ تصویربرداری مثل ام آر آی و این چیزا شاید باشه. دوبینی جدید دو چشمی اینا چیزای مهمتری هست نسبت به یک چشمی که حالا فرض کنید مثلا آب مروارید نمیدونم قوز قرنیه است. حالا همین که شما فرمودید مگس پران، به هر حال چیزایی که باعث میشن که این شفافیت دید یک چشم